ما دمی فکرم آمد که بیا که یک خانه به می خدای کائنات جور کنم. شما خب به علای کعبه باور دارین و ایره میفهمین که ما باور ندارم. شما برای خدای خود خانه جور کردین، ولی ما میتونم برای خدای خود یک خانه جور کنم. دیگه از این خاطر من قطعه که بسیار مقبول خوب برش گرفتم که تا صاف و پاک است که کدام جای شوگار نشه. بازمت یک تکه سیارم گرفتم که همت یک خانگک برای خدا جور کنم. خارتان نه، هر کس میتونه برای خدای خود خانه جور کنه. شما نکدین؟ هندوها نمیکنه، بودستان نمیکنه، کلگی میکنه او بیادر. حالا ما هم یک انسان هستم، ما هم به یک خدا باور دارم. برای مو خدای خدا ما میتونم یک خانه جور کنم. باشین اینی قطعه که برش ساختیم خوب پاک و صفا و نازنین. خدای دیگه کم ما و کرم تو باز این یک تکه کام که تکام نه پلاستیک برش گرفتیم که باز اگر باران هم شه خانگه که خدای ما تر نشه. خوبشه؟ خدای نگویی که غم ما رو نخوردیم، ما خوردیم غمت خدایا. تنها ما میخوایم که می کانسپت از این برای شما نشان بدم. باز در وقت اصلی خواهی بسیار خوبش جور میشه، فهمیدین؟ اطلاق نمی باشه. باز یک خط طلایی می داشته باشه که خوبتر معلوم شه برای خدای ما. باشین که برابر است یا خوب معلوم میشه. خب نمیفهم که چقدر خوب میایه، مگرم اینال دوستای عزیز فکر کنین که اگر ما شما یک لایسنس بگیریم رقم از این میخوانم تا کلان دیگه قدر خونه خدای ما که کلان است. از خدای شما که خدای ما بسیار کلانه، از ما خدای کائنات، از شما خدای این قمک است. اینال ایره که ما جور کنیم به اندازه یک 500 متر دراز 500 متر برش جور کنیم، بازمت بلندیش هم خوب یک 50 متر اترا مفشن. اینمت مردم میایه دیگه، باز مردم میایه برای عبادت میان دیگه. شما ده سر از این چرت بزنین، سر از این چرت بزنین که چطور کنیم. اگر پیسه را به وطن میخواین خب اون او رقم میکنیم. اگر ایجا باعث بزنس کنیم که ساعت خود ما تیر باشه، اون پیسه تکس امریکا را میتیم، باقی پیسه در جیب خود ما میره. کلان یک مرکز یا کلان یک تجارت میشه که هم بر امریکا هم بر ما کمک میکنه. در این قسمت نظرتان انوشته کنین. البته نترسین از اینکه مسلمان ها شما را تهدید کنه چیز. خب اونا برای خدای خود خانه جور کردن، ما هم میکنیم دیگه. اما تا هر کس کده، کی نکده برای خدا خانه؟ از ما چرا یک رقم عجیب معلوم میشه؟ دی خدا نت میگن وی خدا را زیر قطعه یک در میکنین و قطعه هم سیاست وی خدا و چطور خدا؟ خب شما هم کار کردی بیادر، ما خود تنها نکردیم، ما از شما یاد گرفتیم. به هر حال تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم، والا خوبش معلوم میشه.